شاه عباس دل با وزیرش اومد به روسته های تبریز، اما صد بود. همینجور که میگردی شب شد، همه رفتن به خانه، شاه عباس با وزیرش ماندن بیرون. دیدن یه مرد گاوچران میاد، اینو رو کرد به وزیرش، وزیر مرد گاوچران بخوام مورد امشب جا بده هزینه‌شم بدین بره. رو کردن به این مرد گاوچران، گفتن آقا بله که ما دوتا درویش امشب مانده بیرون، جای مکانی نداریم، غریبیم، به ما امشب جا مکانی بده و هزینه‌شم بهت بدیم. گفت والا من یه دنه اتاق دارم، یه دست زده خواب 10 تا بچه، اما حالا چون که شما مهمانید حبیب خدایید باشد، بیا بریم ما امشب بریم توی مطبخ سیاه مخابیم، شما مهمان ما هستید، تو خانه استراحت کنید. عباس رو کرد به وجهی بریم بینیم وجه در چه دم است. اومدن دیدن بله این همون چی میشد، یه زنش هم حامله است، که شاید یا پاره شد یا تا آخر شب پاره شد. پرسن اومدن و گفتن ما بریم توی مطبخ سیاه میخوابیم، تو با زن بچه اونجا ما هوا داریم، خودمون گرم مطبخ گرم کردن و من رفتن تو مطبخ. این ما رو هرچی من در خانهش بود آب تام داد به اینا خوردن و خوابیدن. نیمه شب شد، شب بازه اقرارش کرد، بیان شد برد اقرار شد، رفت اومد پاش تو مطبخ یه پاش در بیرون دید یک جوان خوشمندر خوشلیبا وارد خانه مردی گاوچران شد که قول هرچی از ما کاری نداره. اومد پایین تو مطبخ گفت نه این 10 تا بچه در یه دست تحت خواب دوست نباشد و یه تحت خواب سر زنی بچی نببرد، این تحت خواب هم بردارد ببرد. برگردید اومد توشین در وایستاد در دیگه شد یه جمعی خوشمنده در آمد بیرون. شب با شخصه گره که تو چی هستی؟ که من تو بله که من قضا و قسمت بنویسم. که چی شده که خداوند آدم امشب یه پسر بچی بی مرد گاوچران داده است، میخواد بیاد دختر شاه عباسه بگیرن. دختر شاه عباس قسمت این است که من این قسمتم میبرم که تو نمیتونی. که من این قسمتم میبرم که نمیتونی. اونی که گرم زد خوشنویش خوب نویش، نمیتونی ببرد که باشه بگرد تا بگردید. برگردید اومد با لغت زد زیر پای وزیر از خواب بلند شد که بگوان چیه همچنین ناراحتی که خداوند دارم امشب به این مرد گاوچران یه پسری داده است، میخواد بیاد دختر من شاه عباسه بگیرد. که بابا اینجا ناراحتی از صبح ما نخری داریم که ببریم سرشو ببریم کاری نداره که تو شاه مملکتی تو پاشد یه حرفیه. شب از صبح کردن، صبح وزیر اومد که این مرد گاوچرانه گرفت و مرد گاوچرانه گرفت که شنیدم خداوند عالم امشب به شما یه پسری داده است، که بله که بیا این پسره بده به این مرشد ما بچی ندارد و بعد این بچی یه شبه سکیشو عباسی میدیم. این بچه رو بده به ما، این مرشد ما بچه ندارد. که نمیشه، که دو برابر، که نمیشه، که 3 برابر، که بذارم از مادرش سوال کنم. اومد که زن که بچه ما 10 تا بچه داریم، یه دنه نده بگیریم بدیم، من دیگه خدا مرشدم بچه ندارد. 3 برابر به وضع این بچه سکیشو عباسی میدن، که نمیدم بچه من. 4 برابر به 7 برابر به وضع این بچه یه شبه سکه دادن، بچه رو مادر قانه شد دادم بینا.
اینا بچه رو برداشتن آوردن از آبادی در آمدن بیرون 1 کیلومتر دوشتن شالاشون رو باز کردن بستن به پای بچه دل چه نمیکرد چه نکشیدن مقلاسه شاید باز خنده رو در روز سر این بچه رو ببرن بعد گفت نبر مردن گفت نمردن گفت نگاه مردن سنجم کردن و بچه رو چون کردن لای سنج رو رفتن مردی که ابتران شب از صحرا اومد همسایه اومد گاومون نیومد گاومون حتما رفته از اینجا که این محل دیگه یاناش شدیم رفته از قاضی رفت گاوه رو پیدا کرد برگردید میانبر اومد زد تو بیابان صدای ناله بچه میاد به صدای ناله بچه اومد رسید سر گفت سنگ سنجا داد کرد بچه خود شده ایجادی میداد اما همه این بچه جانش پاره است اینا برداشت آورد خانه بزنش که این بچه اینا چی بودن بردن خیلی اذیت کردن چرا کردن بچه اینطوری شده مادر انداخت به پستانش این بچه پستان مادر خوب شیشه بودن به خواست خدا که این شیر خوب این بچه شباهت پیدا کرد بچه خوب شد رسید بزرگ شد افتاد به سن 10 سالگی ملا از ملا میامد شهباد باز اومد به همون روستای تبریز نگاه کرد رفت به خانه این یارو جا داد چون در درویش استفاده بودم جا داد نشستن رو تفسیر در ملا نشستن و دید او پسرم میاد گفت وزید گفت بله که خانه‌اش خراب شد این همون بچه شب است گفت نه بابا گفت نه این همون بچه شب است خلاصه اومدن شب خانه این ماندن شب صبح کردن صبح شهباد برگرد به این مردی گابسران گفت این بچه نمی‌پوشید که بابا نه این بچه رو من نمی‌پوشید گفت بعد این بچه 10 سال ما حسی که شب بازی میدیم این بچه بده با ما من بچه رو که اون دفعه اومدن همین هر دفعه به ما دادن بردن بچه را اینقدر چرکشی رفتن تمام بدن این بچه سخت شد نمیدیم این بر اون بر 2 برابر 3 برابر بعد این بچه پودن باید بچه را خریده برداشتن آوردن از شهر در آمدن بیرون این بچه را دادن سرش لغت اینقدر زدن بچه بیرون شد شالاش را در آوردن بستن به پای بچه دل کردن میشد اینقدر چرکشی بچه جان افتاد شاید باز خنده در رو سری بچه را ببرد وزیر برگرد که قربان مرده است که اون دفعه هم گفتیم مرده است دوباره خودت بدانی مرده را سر بریدن دودمان تا آمان که تاسیده خراب میکنن اومد دید بله بچه نفسی نداره سنگی دم کردن بچه راه سنگ را رفتن و مرد تاجر به تجارت نرفت اومد در بین اون مسیر طوفانی شد از شده قاطری این خوابان زمین بار اینم از قیمت سنگین از بس سبود که تو ساعتی بار شد ساکت شد و گلام شد بچه مواظب این باز من جای سنگش به آب بدم میگم باز از این بار ما نبرده باشد یا بار ما قیمتیه اومده همیشه دور مدت دید در توی بیابان صدا نالی بچه میاد اومد بالای سر یک پسند دید بله یه بچه که اول 10 ساله در لای سنگ رو که بخوند پیشم بکند این بچه رو برداشت آورد خدا من دارم به این اولاد ندارد که کلام جو برگی این ورده آورد منزل بودم به طبیل خانه من اولادی ندارم خدا در راه نداده است ما اینه بودن طبیلون تا من از تجارت برگردم یا باشد اینه برداشت آورد طبیلی به خانه این داد یه اولادی نداشت از این بدیر کترکوری درمانی این بربانی بچه خوب کرد تا تازه در تجارت برگردید اومدم میخواستم به خانه این بچه رسید به سن 25 سالگی شد جوان شعبان اومد به شهر تبریز پاسخ داد افتاد به خانه این تازه همونی که نشسته بود به پسرم میاد چلاغوزی جوز شمشیری در طول بارش با اسب دانات دانه که کسای اسبه که بچه که بله که این همون بچه در 10 ساله که بابا که بله که خب نقشه که من نقشه کشیدم اینا نقشه کشیدم شب
مرد تاجر شعباز خان خواست که کشم دو کنجو بید من شعبازم. من یه نامه دارم در اصفهان به دست 4 وزیر، این جوان باید باید تحویل بدن. که قربان من این بچه در بیابون پیدا کردم، مرادی ندارم من نامه رو ببرم، این بچه که نباید این ببرن. نامه دادن به این مرد، به این جوان نمیشندن سر از برو رسید به 4 باغ اصفهان. دوباره خسته شدم برم توی این باغ استراحت بکنم، بعد بریدم از دروازه شهر نامه رو بدم دست 4 وزیر. خوابیدن از بعض شاخ در خوابش بود، از در توی باغ نره کشید. دختر شعبازم در کاخ یه دفعه صدا از شنید، اومد دید به یه جوانی اینجا خوابیده است، از یه دل صدر عاشق شد، اما چراغونش افتاده. اومد چراغونش برداشت، دید در توی چراغون یه نامه است. نامه رو برداشت خواند، دید پدرش نوشتن به رسیدن این جوان به دست 4 وزیر، نه 4 شکل شد، 4 در اصفهان بدنید تا من بیام. دختر چون عاشق این شد نامه رو عوض کرد، به رسیدن این جوان به دست 4 وزیر. تو شهر 7 شب کشف بگید دختر من عرض شدید بدید بیم تا من برگرده. یه درم از پوشانی این دختر بوسید و رفت. نامه رو گذاشت تو کلاهدین رفت. اینم بلند شد از خواب، نامه رو گذاشتن که بقیرش از سوار شد، از باغ در آمد بیرون. از بیرون وارد شهر شد، جلوش کردم تو کی هستی؟ که من از شعباز نامه دارم به دست 4 وزیر. اومدن نامه رو بردن دست 4 وزیر، به شعباز نمیشد امضا کرده به رسیدن این جوان شهر از بر شبانه و چراغانی عروسی کشفی دختر من بدید تا من بیام. و دادن دختر رو دادن بیدیم این ربطی علم خودش. شاه عباس تا برگردید اومد یکی رسید که قدم دامادت ببرد، قدم دامادت ببرد، قدم دامادت ببرد. دختر شاه عباس به شوهرش که میدانی برنامه چی هستی؟ میگم نتر که بفرما، که نامه‌ای که در تو چراغ تو گرد تو بود، حالا جرم تو گناه چی بود من نمیدانم. من اومدم توی باغ چون عاشق داشتم نامه رو عوض کردم که شرط چراغبانی کردن من دادن بشه. اما دو راه داری که بفرما، که پدر من مسلمان است، یه شمشیر برمی داری، یه قرآن چشماتم میبندید، چشماتم دور میکنه خاک من داده رو دوشه میرسید جوری پدر من یه قرآن یه کاری از میخواد نشد شده است، یا منه با این شمشیر بکش یا با این قرآن ببخش. شاه عباس اومد دید بعد سلامیات چشماشم بسته که قرآن در دستش، یه شمشیرم زیر قرآن که قرآن یه کاری از میخواد نشده است، یا منه با این شمشیر بکش یا به این قرآن ببخش. تو نه فرزندم، اونی که من خواستم نشد، اونی که خدا خواست. برو این دختر بده حلال یه گوشه کشورم باز خرد مالشه. رفتم بالا آب بود مادم باید ما تو با خدا باید من راست.